الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه امروزه را شروع میکنیم و به سوال یکی از سوال کننده ها انشاءالله جواب میگردانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، الله شما را حفظ کند و بر علم و عمل و عمرتان برکت دهد. خیلی سپاسگزارم برای درس‌های پرفایده و پربرکتتان. واقعا بسیار استفاده میبریم. الحمدلله. استاد گرامی، اگر امکان باشد خواهش داشتم درباره موضوع فضیلت و اهمیت طلب علم شرعی برای دختران یک درس، ویدیو یا برنامه جداگانه آماده میکردید. این موضوع امروز بسیار مهم است، مخصوصا برای خواهران مسلمان. و باز یک سوال داشتم: آیا قرآن را به طهارت از جلد آن نه از ورقهایش گرفتن جایز است؟ پیشکی تشکر. الله از شما راضی باشد و در خدمتتان توفیق عطا فرماید. واقعا خیلی دعاهای نیک کردین در حق بنده. الله تعالی برای شما هم همچنین برکت عطا فرماید و الله تعالی صف شما برین خواهرهایی که در راه طلب علم کردن میخواهند، الله تعالی استوار گرداند و برایتان علم ربانی الله تعالی نصیب گرداند تا اینکه نسل‌های آینده را تربیت کنید و برای امت اسلامی و ملت عزیزمان الله تعالی شما برین خواهران که آینده انشاءالله مادر هستید، نسل‌های جوان‌های اهل علم، اهل تقوا، با تربیه، با اخلاق انشاءالله تربیتگر میشوید. خوب، از همون سوال آخرانشان شروع میکنیم. گفتند که آیا قرآن را به طهارت گرفتنش از جلدش درست است یا درست نیست؟ موافق فتوای جمهور علما، قرآن را، مصحف را به طهارت گرفتن درست نیست، جایز نیست. خواه از جلدش باشد، خواه از ورقهایش قاپیدن یا رسیدن باشد، درست نیست. زیرا اینکه در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: لا یمسه الا طاهر. نمی قپد یا قاپیدنش درست نیست قرآن را مگر شخصی با طهارت، طهارت حسی و طهارت معنوی. طهارت معنوی این اسلام است، یعنی غیر مسلمان قاپیدن قرآن برایش جایز نیست، درست نیست. زیرا اینکه این کتاب مقدس ما و شما مسلمان ها است، بنابراین غیر مسلمان او رو قاپیدنش درست نیست. و طهارت حسی این طهارتی که انسان از طهارت خرد و کلان، خردش انسانی که طهارت ندارد، کلانش حدث الاکبر انسانی که غسل ندارد، بالای او غسل واجب شده است. یعنی نه انسان جنوب و نه انسانی که طهارت ندارد قاپیدن قرآن، مصحف برایش درست نیست. اما اهل علم گفتند که اگر یک جلد باشد که جدا از قرآن چسبیدگی نباشد، رویش یگان جلد کشیده باشد، مقوا کشیده باشد، در این حالت قاپیدنش درست است. یا مثلا اگر زنها طهارت نداشته باشند، با آستین، یک طرف آستین یا با یگان متاع گرفتنشان درست است. اما بدون متاع، به یگان متاع یا به جلد مقابه الهیده قاپیدن قرآن کریم درست نیست. و همچنین الله حق سبحانه و تعالی در سوره واقعه چنین میفرماید: لا یمسه الا المطهرون. نمی قپد، دسترسی ندارد بران مگر فرشتگان پاک سیرت. الله تعالی البته در اینجا لوح المحفوظ را در نظر دارد، اما اهل علم گفتند که چنانه که در آسمان بجز فرشتگان پاک آن را به آن دسترسی ندارند، همچنین بر قرآن کریم هم این قاپیده نمیتوانند مگر انسانی که طهارت دارد، با طهارت است. بنابراین فتوای جمهور علما درست نیست قاپیدن قرآن کریم مگر برای شخصی که به طهارت است. خب، اکنون میگذاریم به قسم اول سوالشان که درباره فضیلت طلب علم برای خواهران گفتند. در این زمان مخصوصا بسیار تأکید کرده می شود و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود فرمودند: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و ان طالب العلم یستغفر له کل شیء.
حتی الحیطان فی البحر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن طلب علم فرض است برای هر یک مسلمان، خواه مرد باشد خواه زن باشد، هم برای جوان پسرها هم برای جوان دخترها طلب علم کردن. آن چیزی که برای ما و شما فرض است، نماز، چگونه نماز را خواندن، مسئله های نماز، روزه و زکات و هر آن چیزی که به دین ما و شما تعلق دارد، آن را طلب کردنش، آموختنش برای هر یک مسلمان، مرد مسلمان و زن مسلمان فرض است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث میگویند که برای طالب علم تمام چیز استغفار میگوید، دعا میکند که الله تعالی یک نفر اگر به طلب علم شروع کند، همه مخلوقاتی که در روی زمین هستند در حق او طلب مغفرت گناهانش میکنند. باز هم تاکید کرده گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی ماهی و نهنگی که در زیر بحر است، آنها نیز استغفار میگویند. برای کی؟ برای طالب علم. تصور کنید یک نفر در راه طلب علم است، تمام موجودات، تمام مخلوقاتی که در روی زمین است، او میخیزد، خواب میرد، طعام میخورد، طلب علم میکند، با طلب علمش مشغول است، اما تمام کائنات برای او طلب مغفرت گناهانش میکنه. سبحان الله. تصور میکنید در بعض حدیث های دیگر آمده است که حتی مورچه هایی که در قعر زمین هستند، آنها نیز تصور کنید هزارها و میلیون ها و میلیاردها مخلوقات و کائنات برای طالب علم طلب مغفرت گناهش را میکنند. از این دیده فضیلت بزرگ وجود دارد. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من اغبرت قدمه فی طلب العلم حرم الله جسده علی النار. اگر کسی پای افزالش کمتر غبار آلود شود در راه طلب علم، تصور کنید وقتی در زمین راه میگرده، پای افزال ما البته قدم ما و شما چنگ و غبار آلود می شود. میگویند که اگر کمتر غبار آلود شود، الله تعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام میگرداند. یا الله. یعنی نفری که در راه طلب علم است، خواه زن باشد خواه مرد باشد، الله تعالی جسدش را بر جهنم حرام میگرداند. سبحان الله. بنابراین زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین دیگر صحابه ها، این صحابه زنها این فضیلت را فهمیده و درک کرده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. چنانکه که ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه، میگن یک روز زنها آمدند به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتند یا رسول الله ذهب الرجال بحدیثک. مردها حدیث شما را حفظ کردند، موعظه های شما را گوش میکنند، طلب علم میکنند. ما چی زنها؟ برای ما نیز یک روز جدا کنید مخصوص ما هم طلب علم کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند بله، شما جمع شوید فی یوم کذا و فی مکان کذا و کذا، در فلان روز در فلان جای شما جمع شوید، من خودم میبایم برای شما درس میدم. یا الله. و همچنین هم کردند. آنها جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدند و برای آنها درس می گفتند. بنابراین ببینید عایشه صدیقه رضی الله عنها وقتی صحابه ها اگر در یک مسئله اختلاف کنند چیکار میکردند؟ به نزد عایشه یک نفر را میفرستادند، میگفتند که ما در همین مسئله اختلاف کردیم، شما چی میگویید؟ وقتی عایشه صدیقه فتوا میدادند، جواب میگفتند، دیگر تمام گپ عایشه صدیقه بود. و عمر رضی الله عنه وقتی در یک مسئله بار اختلاف شد، گفتند که روید عایشه را بپرسید که چی میگویند و چی نظر دارند. وقتی عایشه با یک حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند، عمر رضی الله عنه آن زمان همون سخن مشهورشان گفتند من خالف بعد الیوم جعلته نکالا. کسی اگر بعد گپ عایشه رضی الله عنه باز هم خلاف کند، باز هم خلاف برآید، جعلته نکالا، او را برای تمام مخلوقات عبرت میگردانم، یعنی برای جزا میدهم، گفتند عمر رضی الله عنه. و همچنین ما در تاریخ خیلی
زنهایی داریم که اهل علم بودند، فقیه بودند و در حدیث هم، در تفسیر هم، در فقه هم خیلی یک عالمه پرقوت بودند، برجسته بودند که حتی امیران و سلطان ها رفته طلب علم میکردند یا فتوا میپرسیدند و مشورت میپرسیدند. بجز صحابه زنها و مادران مؤمنان خیلی زیاد داریم. یکی از همونها فاطمه سمرقندی، آن فقیهی برجسته ای که پدرشان که فقیه و عالم زبردست بودند در نزد پدرشان طلب علم کرده بودند و کتاب پدرشان تحفة الفقها رو کلا حفظ کرده بودند. وقتی پدرشان درس میدادند یکی از شاگردانشان که علاءالدین کاشانی بودند، در جای خودمون کاشانی میگویند، از کاشان بودند، پدرشان وقتی درس میدادند کتاب تحفة الفقها رو همین شاگردشان کاشانی چیکار کردند؟ آمدند از استادشان طلب علم کردند و آن رو شرح دادند. شرحش رو بدائع الصنائع نام گذاشتند. خیلی کتابی یعنی معتمد و کتابی هست که در فقه حنفی یکی از سرچشمه های کتاب فقه حنفی است. و همچنین تحفة الفقها نیز شرح مختصر قدوری. و وقتی میگویند که همین فاطمه سمرقندی دانشمند بودند و خیلی خطشان زیبا بود، برای پدرشان از تمام گوشه و کنارهای زمین سوال ها می آمد، پدرشان به سوال جواب می دادند و امضای خودشان را می گذاشتند و همچنین همون فتوا رو چیکار میکردند؟ به دخترشان میدادند، دخترشان میخواندند، دیده میبرآمدند و همچنین امضای خودشان رو میگذاشتند. هر یک فتوا با 2 امضا پدر و دختر میبرآمد. جوابها چی بود؟ جواب پدر و دختر با 2 امضا میبرآمد. وقتی شاگردشان کاشانی کتابشان را شرح دادند و برای استادشان پیشنهاد کردند، میدانید دختر علاءالدین سمرقندی را، این دانشمند بزرگ را که تمام گوشه و کنار میدانست و خواستگاران خیلی زیاد بود، امیران خواستگار میشدند، اما پدرشان میگفتند این که فقیه است، دانشمند است، عالم است، من به یک امیر میتیم یا به یک سلطان میدیم، میرود قصر دیگه وای دیگر فضای طلب علم و کتاب و فقه دیگر است. میگفتن نمیشه. وقت شاگردشان کتابشان رو شرح دادن چیکار کردن؟ گفتن این مهر تو میشود و به شاگردشان دخترشان رو چیکار کردن؟ بزنی دادن. آیا بعد از ازدواج تمام شد؟ نه، بعد از ازدواج بازم طلب علم رو دوام دادن. حتی میگویند که اگر شوهرشان در یگان مسئله ها خطاگی کنند، همسرشان فاطمه آن کس را اصلاح میکردند. حتی وقت سوال ها می آمد، به سوال ها در فتوا در جواب اول امضای پدر، سپس امضای دختر و سپس امضای وقت 2 امضا بود، 3م امضا امضای شوهرشان نیز علاوه میشد. 3 نفر دیده برآمده فتوا داده امضای خود را میگذاشتند. سبحان الله. وقتی همراه این شوهرشان به حلب به سوریه امروزه سفر کردند، آنجا صلاح الدین ایوبی بودند. آنها رو خیلی عزت و اکرام میکردند و همچنین نورالدین زنکی خیلی عزت و احترامشان میکردند. و فاطمه سمرقندی روزی شد که به شوهرشان گفتند من میخواهم به سمرقند به وطن خودمان برگردیم و این سخن به چه؟ به صلاح الدین ایوبی، به گوش صلاح الدین ایوبی رسید و آن کس در حال یک نفر را روان کردند و خیلی التماس و خواهش کردند که خواهش میکنم که در همین جا باقی مانید و همچنین هم کردند. فاطمه سمرقندی در همونجا تا آخر عمر باقی ماندند و در آنجا وفات کردند. سپس بعد 6 سال شوهرشان در همانجا وفات کردند و در سوریه امروزه در همانجا به خاک سپارده شدند. فاطمه سمرقندی یکی از ستاره های ما و شما. در تاریخ ما و شما خیلی زنهای فقیه و عالمه و در راه طلب علم خیلی زحمت کشیده و خیلی زیاد هستند. بنابراین
مخصوصا در این عصر، امروز عصر شده است که متاسفانه زنها و خواهرای ما و شما گرفتار این فتنه های دنیا و از قفای ماده و از قفای فسانشوی و از قفای این چیزهای امروزه میدوند. متاسفانه ما و شما باید دخترانمان را در راه طلب علم، در راه علم شرعی و علم دنیوی فرق ندارد، بگذار در راه هم علم شرعی گیرد هم علم دنیوی گیرد و زنهای به مدنیت، به علم، به معرفت یک نفرهای را برای جامعه پیشنهاد کنیم که نمونه باشند. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی ما مردها و جوانها را توفیق طلب علم دهد و همچنین خواهرها و زنهای ما و شما و دختران ما و شما را الله تعالی که انشاءالله مادران نسل‌های آینده ما و شما هستند، الله تعالی در راه طلب علم و در راه آموختن علوم شریعت و دین مبین اسلام الله تعالی توفیقشان دهد تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.